قرار مهریه و نفقه کسایی که کشف و حجاب میکنن قطع بشه. صحبت‌هایی توی مجلس شده که قرار این قانون جنجالی تصویب شه. نظرتون چیه؟ توی کامنت‌ها بنویسید. حتما این ویدیو رو لایک کنید تا بیشتر دیده شه. یعنی هم مهریه قانون اسلامه، هم نفقه قانون اسلامه، هم حجاب اسلامی قانون اسلامه. یکی از نکاتی که من لازم میدونستم اینجا بگم اینه که چرا در جامعه ما بعضیا بخشی از این قوانین اسلام رو قبول دارن ولی نسبت به بخشی دیگهش در حقیقت مقاومت دارن. ای کاش در این قانون ما اینو میگنجوندیم که اگر کسی در حقیقت کشف حجاب داشته باشه، با توجه به اینکه نسبت به این قانون اسلام بیه محلی داره میکنه، اگه بعداً شکایتی داشته باشه برای عدم پرداخت نفقه یا مهریه، در اون موارد شکایتش مسموع نباشه، به دلیل اینکه اونها هم قوانین اسلام هن. اگه اینجا رو قبول نداره اونجا رو چجوری؟ اما از این بگذاریم.